خب بابا جان حاضر اکثریت جوان ها بازی پبجی میکنن، همان رو بازی میکنن. آیا همین بازی حلال است یا حرام؟ یعنی پبجی گفتگی بازی بوده است. اصلا من برادرای عزیز اکو اینترنت قطعی بسیار سرکار دارم با معنایی که من تمامی چیزی نافهمیم و تمامی موضوع ها و قرآن و حدیث و مثلا درباره هر یک شخصیت هایی که وقتی میخوام معلومات بگیرم برای من اینترنت بسیار لازمه. من اینترنتی 24 ساعته دارم. من با اینترنت خیلی بسیار سرکار دارم، لیکن الحمدلله رب العالمین فقط و فقط معلومات هایی که برای خودم در کار علمی همونها را من میگیرم. ولی یگان اخباراش هم میخوانم، ولی در این مسئله هایی که شما میگین با یگان بازی من بازی کرده نمیتونم و اصلا هم نتونم. من برای من لازم هم نیست. من خیلی وقتی زیادی ندارم که مقصد وقت ما در بازی بگذرانم. من اگر وقت بیام یگان ساعته خواب میکنم. ببینید، زیرا که اکثر وقتی ما با همین کتاب ها و مطالعه و با همین میگذرم. به همین خاطر وقتای خالگی بونم و یک کم ترک سر بونمانیم جانمون بدم راحت کنیم. اگر چند عالم هم نباشیم طالب علم هستیم. میگه خواب طالب علم یا عالم مثال حکم عبادت داره. برای همین شکر همو اگر یکان لحظه بیامیم خواب میکنیم. لیکن من همین بازی ها را نمیدانم، ولی در دست کودکا میبینم که پبجی بازی میکنن. من وقتی پرسیدم که همین پبجیش چی است، این پبجیش هم بسیاری از آدما برادرای عزیز میگن خیلی که یک کس در مثال نوشیدن ارسیکالا علاکه به ارسیکالا نمیتونن، یعنی دل میبنده. انمی حاضرم در همین بازی پبجی هم بسیاری آدما دل بستن بینهایت دل بستن که حتی ساعت ها چند ساعت میگذرد. حتی میگه همین مادراشون میگه که دیگه خراک به یاد چونه میزنن. یعنی این بدی در چیه؟ بدی در یکی دیگه شما نه درس خوانده میتونید ببینید، نه دیگر یک بگیم در یکان کارک خواجگی مثال دست دراز کرده میتونید. یعنی هیچ از همه کارهای نیک شما محروم میشین. فقط همون چشم و تلفن دو همون ترخی که در درون میای، همین کشاکشی که در همین درون شما همین قطعی مشغولید. این حتی در ذهن کودکای ما هم بسیار زلال کلام دارن. من پرسیدم میگه پبجیش مقصد قد بازیه که به نام فری فایر، فورت نایت، همین دو بازی بوده است، فری فایر و فورت نایت. این دو بازی میگه، این دو تاش میگه صورت کعبه ماندگی ای. اکو بگیم برای آنه که تو پریز بگیری، تو اچکا بگیری، هنم خانه کعبه را زدن در کاره. اکو وقتی در ذهن تو زدن خانه کعبه شید، زدن قرآن شید، زدن مسجد شید، تو آینده میدانی که تو چی میشه. تو وقتی همون تیری را که اگر چند اصلی نیست او دستی او آدمی که کعبه را میزنه، همون مسد ابرهه چکا کرد؟ الان ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. همون بدبخت رفت خواست خانه کعبه را چپه کنه، الهی مهربان چیکارش کرد؟ اگه دستی تو که هیچ وقت به این نمیرسه، لیکن ایازی تیارت کستن صورت مسجد میمونن، صورت کعبه را میمونن، قرآن را میمونن، ولی از صورت دیگر را میکشن، یک موسیقی دیگر میگه این محمد ای او را میزنی. دیگر آیسته برادر عزیز، دیگر مقصد تو از دینداری و ایمانداری میبرای میره. ولی در گرد پبجی گفتن همین چیزی که در فری فایر و در فورت نایت بوده است در پبجی نبوده. لیکن به هر حال شما اگر از همین چیزها خودتان خودداری کنین، دور باشین، برای که این بسیار ضررهای زیاد داره. ضررش زیاده، وقتتان ضایع میکنین، یگان منفعت نمیبرید.
یکی یک برنامه دکتر زاکر را گوش کردم. زاکر نایتا وقتی او را گوش کردم، او کس حکم حرام را آوردش. اگر در همون برنامهش بدروید، مقصد همین چیزا وقتی میپرسنش، او حرامش میگه. خب استاد در کلیساها یک حوض می دک است، زن و مردا لباساشون میکشن، به نوبت آوازی میکنن. این چی معنا دارد؟ آیا در دوره حضرت عیسی این گونه کار بود یا نه؟ این چیزا نبودن. اکینا به معنای چیه؟ به معنای که مثلا همین چخیل ما میریم در گرد کعبه طواف میکنیم و آیت قرآن داریم، ما حدیث های پیغمبر داریم که هر کسی طواف میکند، هر کسی زیارت میکند، مثل فرزند از مادر به دنیا میاد، مثل همون میشود. اینا وقت داخل شدن همون به معنای شستن همون معصیت گناه شونه. ولی خیلی برادرای عزیز و گرامی، هر دین به زمان خودش. امروز دینی که پیش الله شناخته شده و پذیرفته است، این دین اسلام است. خب وقتی که با پشت خواب میکنی، دست رو در تای سر میمونی، میگویند که اوبال است. این اوبال نیست. مثلا تگ سرمون در دستمون میمونیم، سال به حضور خواب میکنیم. هر یک آدم چگونه ای که همون حالت خوابش برای او مثال براحت باشه، چی باید؟ فقط با شکم خواب کردن پیامبرمون اجازت نمیده که شما با شکم خواب نکنید. استاد جون میگه شمس الدین ذهبی از شمس الدین تبریزی هر دو یک آدم نه. این شمس الدین ذهبی برادرای عزیز و گرامی، این از دمشق ای سوریه. این شمس الدین ذهبی محدث است، یک عالم کلان. ای شمس الدین تبریزی همین خواجه حافظ است، این شاعر است برادر عزیز. بین اینو خیلی فرق. ولی من نگاه کردم تولد شمس الدین ذهبی 1274 است، تولد شمس الدین تبریزی بگیم، یعنی تبریزیش که همین ایران است، خواجه حافظ 1185 است. مقصد خواجه حافظ پیشتر از مقصد انا جناب ذهبی است. وقتی که ذهبی آمد، حالا که این خواجه حافظ ای دنیا گذشتگی بود، این 1247 ای دنیا گذشته بود. برای مینا این تبریزی ای، اونش دمشقی ای. ایش ای تبریز ایران ای، اوش از سوریه است، ای شام.